يزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که طاعات و عبادات و روزتان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته شده باشد. در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه پرسش و پاسخ که در خدمت کارشناس برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و جمله بینندگان عزیز سلام عرض می دارم و از الله متعال طلبگارم که در این ماه پربرکت خیش روزه و نماز و طاعات و عبادات ما را با همه کمی و کاستی هایش و دربار خیش قبول فرماید و توفیق و هدایت دائمی برای همه اهل اسلام نصیب کند. آمین. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیزم، اونطور که میدونید از طریق‌های مختلفی میتونید شما با ما در تماس باشین و از طریق SMS و همچنین به خصوص از طریق تماس تلفنی که در ماه رمضان بیشتر سعی میکنیم که به پیام‌هایی که از طریق تماس تلفنی در برنامه زنده به دست ما میرسد به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ بدیم و از اتاق فرمان خواهش میکنم از الان شماره تماس را زیرنویس بکنن بعد مدتی. و از بینندگان عزیز درخواست دارم که لطفاً سوالاتتون را به صورت مختصر داشته باشین و وقتی تماس گرفته شد از طریق گوشی تلفن به سوالاتتون ادامه بدین. جناب دکتر بیننده گفتن که آیا با دهان روزه اجازه هست که با خمیر دندان مسواک زد؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداه الی یوم الدین. و بعد در عموم هر آنچه یعنی قاعده کلی هست هر آنچه از گلو به پایان می رود او ناقضی وضوش کننده روزه است. اما آنچه به دهن انسان می گیره و پس می اندازه نه آنچه که صورتهای تلاعب و بازی که بعضی ها برای وقت گذرانی یا که دیگر چیزها انجام میدن عادی، مثلا آبی که برای مزمزه در دهان میگیره پس میاندازه، مسواکی که انجام میده. در هیچ یکی از اینها روزه نمیشکنه و روزه آسیب پذیر نمی باشه. اما راجع به خمیر دندان یک نقطه مهم است که نسبت تیزابی که در بسیاری از اینها به اساس به نسبت‌های متفاوت هست، یعنی خطری در اون رفتی و خطر پایان شدن او و تجاوز او به گلو زیاد است. از این جهت در جریان روزه به حدی که میشه اجتناب بکنه، خودداری کنه بهتر است. اما کلا ناقضی وضو نیست مگر اینکه چیزی از آثار او، نتایجی از او از گلو به پایان برود. خیر. اتاق فرمانم خواهش میکنم شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن. بیننده بعدی پرسیدن که 3 روز است که روزه نگرفتم و گفتن که بدن سالم دارم ولی یک کاری را گرفتم که صاحب کار زیاد سرم فشار آورده و گفته باید کار را تمام بکنیم. درجه حرارت هم زیاد است. برای جبران اون چه کار کنم؟ در عموم نباید یک مسلمان به چنین کار دست بزنه که یعنی تعمدی خودی میدانه که باعث یعنی خوردن روزه او می شود. اما در صورتی که حالت واقعی هست، اگر از اولی روزه نگرفته که گناهی اصلی او هست و همون مشکل
که در مثلا در مذهب حنفی کفاره که برای از او 2 ماه پی در پی روزه گرفتن در بدل اینها هست، علاوه از کفاره، علاوه از قضای روزه. همچنان اما در دیگر مذاهب در مجموع گناهی از این بالای او هست، اما یک روز قضای یک روز روزه بالای او می باشه و با او اصل قضای از او ادا می شود، کفاره دیگری نیست. اما گناهی ترک یکی از ارکان اسلام گناهی بزرگی هست. بله اگر روزه گرفته اما در جریان روز نسبت حالت تنگنای حالت و بعد حالت بدی که به او پیش آمده مجبور به خوردن شده، در این صورت معذور می باشه. یعنی که دیگه از پای افتیده و او گرفتار به مرض یا که امثال از این می شود یا به بیهوشی او کشیده باشه و امثال ای، در این صورت او معذور به شمار می رود. در اصل روزه خوری از او گناه نمی باشه، اما قضا یک روز روزه بالای از او هست. یعنی به شرطی که از آغاز روزه گرفته ادامه داده باشه، وقتی که به مشکل گرفتار شده دیگه چاره ای نداشته جز اینکه چیزی بخوره، در این صورت او معذور به شمار می رود. ولی در حالتی که او انجام داده گناه با او حتمی هست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان وصله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید سوال داشتم، خواب ظهر معنی داره یا نه؟ خواب ظهر سوال دیگه هم داریم؟ و یه سوال دیگه. بله بفرمایید. میخواستم بپرسم خواب حضرت محمد چه معنی میده؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی هم ممنون، ببخشید. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام عرض ادب، به احوال شما. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. قربان، نماز عشا را کارگر خسته میشه مثلا بعد از افطار یه استراحتی میکنه، مثلا 12 یک تلویزیون اینا داخل اشکالی داره؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه دارم، فقط چون کارگرم خسته میشه موقع افطار اصلا میفتن، انشاءالله پاسخ دریافت میکنم. بعد استراحت میخوام بعد اینکه بیدار شدم نماز بخونم. یک سوال واضح است، تشکر از شما. متشکرم. سلامت باشید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم. سوال اولتون؟ سوال اولم اینه که چه چیزایی روزه باطل بشه؟ چه چیزایی باعث می شود که روزه باطل شود، درسته؟ آره، و چه کارهایی؟ و چه کارهایی؟ داره، مثلا چه کارهایی؟ بعد سوال بعدی هم اینه که ذکری که وارد مسجد میخوایم بشیم چیه؟ اون دعایی یا ذکری که هستش رو میشه بگید من انشالله بلد باشم. سوال دیگه ندارین؟ نه تشکر از شما. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. شما خوبی، خسته نباشید. سلامت باشید. سوال داشتم آیدی زکات. بله. آیا می شود که با فرزند یعنی که نبیر درست با اون میشه که زکات بدیم؟ این اوله. بله. سوال بعدی؟ دوم، وقتی که دایر مسجد میشیم زکات دهنده کی است؟ امر معروف داره میشه؟ پدر بزرگ دو رکعت تحیه مسجد ما بخونیم یا صبر کنیم امر معروف تمام بشه بعد بخونیم؟ سلامت باشه، خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید بیننده گرامی.
سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم استاد گرامی، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. کسی که مثلا سحری بخور مثلا بیدار میشه که 10 دقیقه از اذان گذشته، یا مثلا یک چیزی میخوره امور روز حساب کن، یا آبی چیزی میخوره امور روزه میگیره، یا مثلا کسی که نمیگیره میخوره، مثلا حکم چیه؟ کسی که سحری، یعنی کسی که 10 دقیقه بعد از اذان غذا بخوره، درسته؟ سحری بخوره، درسته؟ یعنی قسمت اول گفته اینه که 10 دقیقه اذان گذشته یه چیز بخوره از خواب دیر بیدار بشه، حکمش چیه؟ آیا روزش درسته؟ و دنبالش چی بود؟ برای اینکه گفتم مثلا وقتی بیدار میشه که 10 دقیقه از اون گذشته دیگه، مثلا چیزی میخوره روزه میگیره. او کسی که مثلا بیدار میشه که 10 دقیقه چیزی نمیخوره، او روزه مثلا روزه نمیگیره، اون روزه میخوره، یعنی حکم چیه؟ یعنی کسی که اصلا چیزی نخورده دیگه اصلا روزه نمیگیره. روزه نمیگیره، مثلا چیزی مثلا بیدار میشه که وقت از اون گذشته دیگه، مثلا اون روزه میخوره، روزه نمیگیره. این حکم چیه؟ سوال دیگه هم دارین؟ خیلی ممنون، خدا نگهدارتون، تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم و رحمت الله، بازم خسته نباشه. سلام علیکم. وقتی که در تراویح ختم قرآن خوانده میشه، قاری اگر ختم کل ندونه، هر روز یک پاره بخونه، همراه هر روز تکرار بکنه در 30 روز، آیا ختم پاره کل قرآن حساب میشه یا نه؟ یعنی در کجا بخونه؟ در نمازهای غیر از تراویح؟ در تراویح، داخل تراویح وقتی ختم قرآن میخونن، بله، قاری اگر که قاری کل نباشه، هر روز یک پاره بخونه. درست. سوال واضحه است؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه، سلامت باشه، خدا نگهدار. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی، صدای شما وصله، لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. من شما یک سوال داشتم استاد محترم. این بچه کوچیکم میره قرآن میفروشه سر چهارراه. سلام علیکم، خسته نباشید. درست. روزمون نماز شما قبول. بچه کوچیک قرآن میفروشه از سر چهارراه؟ بله، سر چهارراه میرن قرآن رو کوچیک عادیه میکنن، مثلا میفروشه مثلا عادیه میکنه 1000 تومان 500 تومان. این گناه داره، ثواب داره. یعنی قرآنو؟ بله بگیر عادیه میکنه، با 500 تومان میده، 1000 تومان میده. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام استاد. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشین. استاد موقعی که وارد مسجد میشیم چه دعایی را بخوانیم؟ درست. سوال بعدیتون؟ موقعی که میایم بیرون چه دعایی را بخوانیم؟ دعای خروج از مسجد. سوال دیگه هم دارین؟ نه، دست در نکنی، خیلی ممنون. سلامت باشین، تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، من یه سوال داشتم. بفرمایید. در مذهب ابو حنیفه زنا که نماز میخونن باید دستاشون روی زمین باشه؟ در حالت سجده یعنی؟ آره، در حالت سجده. سوال دیگه هم دارین؟ نه، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستم. یک سوال داشتم. یک اپلیکیشن داخل
این هست در این منطقه که ما صداتون یک کمی قطع و وصل میشه برادر گرامی. ما در منطقه هستیم مشکل داریم با اذان دادن. در منطقه هستین که مشکل اذان دادن دارین؟ اذان میده. درست هست یا نه؟ در منطقه هستین که مشکل اذان هست چه کار میشه؟ چی اذان میده؟ مسجد نداریم، موقع اذان دادن موقع افطار کردن مشکل. شما اپلیکیشن داره که دقیق مثلا اذان میده، این درست یا نه؟ یعنی از طریق موبایل اینا منظورتونه؟ بله بله بله. درست. ممنون از جوابتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم رفیق محترم. علیکم السلام و رحمت الله. مورد محترم یک سوال داشتم. ما کارگر در ایران هستیم آیا کارگر در کارگر هستین آیا؟ صحبتون ادامه بدین از طریق تلفن، منتظر نباشید صدا از تلویزیون پخش بشه. الان منتظر صحبت شما هستیم. بله بله. روزه را میگم چی تو کنیم؟ روزه را اگر روزه اگر که بخیم چی کنم گناه هست؟ یعنی در ایران مشغول کار هستین آیا روزه بگیرین یا نه؟ اینطور سوالتونه؟ بله بله، همین سوال ما همیشه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه. تشکر از شما. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید گرامی. بیننده گرامی صدای شما وصله، لطفاً از طریق تلفن صحبتتون ادامه بدین. ظاهراً تماسشون مشکل داره. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با هم باشین. دعای داخل شدن به مسجد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هرگاه یکی از شما داخل مسجد شد، بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرستد، سپس بگوید: اللهم افتح لي ابواب رحمتك. و در روایت سرور زنان دو جهان فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها چنین آمده است: بارالها گناهان مرا بیامرز و درهای رحمت خود را بر من بگشای. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
نیایش. ای خدای بی نیاز چاره ساز، ای مرا هر دم به سوی تو نیاز. این نیازم مایه فرخندگی است، روشنی بخش چراغ زندگی است. میکشاند کشکشانم سوی تو، جبهه سایان میبرد در کوی تو. گر نبودی دل ادبگاه نیاز، کی شدی روزن به سوی دوست باز. بی نیازی خاصه ممتاز توست، جلوه خورشید بی انباز توست. لیک من شادم به تقدیم نیاز، لیک من شادم به تقدیم نیاز. می کنم بر خود از این گنجینه ناز، گنج را سازند پنهان زیر خاک، تا بماند از گزند غیر پاک. گنج من باشد نیایش های من، در نهاد خاکی اجزای من. گنج من باشد نیایش های من، در نهاد خاکی اجزای من. من نهانش کرده ام از دیگران، من نهانش کرده ام از دیگران، تا نیفتد چشم بیگانه بران. در نیاز بنده پنهان راز هاست، در نیاز بنده پنهان راز هاست. زیر این پرده عجایب ساز هاست. ای تو دانا بر نیاز و راز من، واقف از انجام و از آغاز من. من برم سوی که این گنج نیاز، جز تو ای گنج آفرین بی نیاز. من برم سوی که این گنج نیاز، جز تو ای گنج آفرین. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب دکتر بیننده دو تا سوال پرسیدن در مورد خواب که اولین سوالشون گفتن که آیا دیدن خواب در وقت ظهر معنی دارد یا نه؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، اگرچه مشهور هست که خواب روز معنا نداره، اما امام بخاری رحمه الله تعالی در صحیح بخاری از خوابهای رسول الله صلی الله علیه و سلم در جریان روز و از جمله خوابی که ام حرام بنت ملحان رضی الله تعالی عنها با روایت میکنه، خاله انس بن مالک رضی الله تعالی عنه، که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خانه آنها خواب بودند
ناگاهان بیدار شدند و دعای خواندن و ذکر و حمد به زبان می آوردن. گفتم که یا رسول الله چیز در خواب خود گروهی از امت خود را دیدم که در سوار بر کشتی ها مانند شاهان سوار بر کشتی ها و روان هستند، یعنی در جهاد در راه الله تبارک و تعالی. ام حرام رضی الله تعالی عنها فرمود که دعا کن که من از جمله از اونها باشم. گفت تو از جمله اونها هستی. باز دوباره خواب رفتن و در خوابشان که بیدار شدن، پس دوباره نبی ام حرام رضی الله تعالی عنها پرسید از آنها که چی شده؟ فرمود خواب دیدم که گروهی از امت من در دروازه های قسطنطنیه رفتن، در دروازه های قسطنطنیه رفته مدینه را محاصره کردن. یحاصرون مدینه قسطنطنیه یعنی استانبول فعلی که در ترکیه هست. ام حرام رضی الله تعالی عنها فرمودند که یا رسول الله دعا کن که من از جمله آنها باشم. رسول الله صلی الله علیه و فرمودند تو از گروه اول هستی. همین بود که در زمان خلافت امیر المؤمنین معاویه رضی الله تعالی عنه جریان دوم صورت گرفت، اما جریان حادثه اول در زمان خلافت امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه تحت امارت امیر المؤمنین معاویه رضی الله تعالی عنه که آن زمان امیر شام بودند. و بعد از اینکه یعنی خوب تعبیر شد امیر المؤمنین بله حسن مجتبی رضی الله تعالی عنه با خلافت با اونها بیعت کردن، باز امیر المؤمنین عمومی مسلمان ها شدند. در این صورت گرفت و در هنگام عودت و برگشت، یعنی همسر عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه بودن در اون زمان، و هنگام برگشت از غزوه قبرس، همین جزیره قبرس که فعلا هست و توزیع کردن، نیمه او را مسیحی ساختن و نیمه او مربوطی ترکیه زمان و فعلا مربوطی ترکیه، حکومت ترکیه هست. این بله همونجا شهید شدن و جزیره در اون جریان فتح شد زمان عثمان رضی الله تعالی عنه. یعنی از استدلال میکنه امام بخاری رحمه الله تعالی که تعبیر خوابزار برای تعبیر خواب روز هم تعبیر میشه و علاوه از این حالات دیگری هم هست. و رسول الله صلی الله علیه و آله اگر در خواب دیده بشه چه معنی داره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر با تمام مواصفات عین رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، یعنی مواصفاتی که در احادیث برای رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده همونها بود، واقعی امر هست و خواب حقیقی هست. البته یک شخص باید آگاه بوده باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح چی ویژگی های، چی نوع صورت از آنها، تمام اندام آنها همه به چی شکل توصیف شده. این چیز علم و آگاهی میخواه، ورنه شیطان در صورت اصلی رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ وجه ظهور کرده نمیتواند، خود به نمایش گذاشته نمیتواند، در هر صورت دیگه داخل میشه، اما در صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتواند. اما میتواند که مدعی باشه بدون که در صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم ظاهر شود، مدعی باشه که من رسول الله هستم و این یک پیام باطل را قسمی که این خوابی که به نام احمد خادم مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم بارها نشر میشه و یک خواب خرافی هست. امثال این یک خوابی که چیز حق و چیز باطل در او آمیخته هست و دور از تعلیمات اسلامی، در این صورت این دیدن هیچ ارزشی نداره. اما در صورت اول دلیل خوبی در شخص، خوبی شخص هست، دلیل ثبات شخص بر حق هست اگر و نوید با گرایشی و اعتنای دینی او هست و تعلیماتی که در اون مطابق شریعت، مطابق آنچه در نصوص قرآن و احادیث صحیح آمده باشه و او باید که جدی پابند بوده باشه. جزاکم الله خیر.
یعنی برای پرسیدن که وقت بعد نماز عشا همیشه چون که صبح ها سر کار هستن استراحت میکنن و دیر بیدار میشن، ساعت 12 تا 1 شب نماز عشا رو میخونن. آیا درسته یا برای عموما در این بیت بهتر است انتظار بکنن و نماز عشایشان بخوانند، اما در چنین حالتی که این برادر عزیز یادآور شدن چرا اشکالی ندارد تا ساعت 12 و 1 شب نماز عشای خود بخوانند، ادا می شود، هیچ اشکالی در او نیست، بلکه قسمت های اخیری وقت نماز عشا می باشه. جزاکم الله خیر. چه چیزی و چه کارهایی باعث بطلان روزه می شود؟ کارهای متعدده از جمله خوردن و یا نوشیدن چیزی، فرو بردن چیزی از طریق گلو. خوردن و نوشیدن. بله. دوم و هر آنچه در حکم خوردن و نوشیدن بود، این هم قیاساً به حکمی از مانند آمپول های یا سیروم های تقویتی که برای تغذیه استعمال میشه و شخصی بیمار از غذا مستغنی میسازه، یعنی ضرورت غذایی او را رفع میسازه. این قیاس به او در قیاس به او حکمی را گرفته. دوم قی آوردن به عمدی. سوم همخوابی با همسر، یعنی جماع با همسر در روزه. دیگر استمنا یا این که خود ارضایی، این امور است که روزه انسان باطل و فاسد می‌سازد. از جمله امور دیگری هست مانند دروغ گفتن و بدعهدی و کسب حرام و غیره که ثواب روزه انسان گواهی به ناحق ثواب روزه انسان از بین میبره، اما ناقض روزه نمی باشه، شکننده روزه نمی باشه و روزه او ادا به شمار می روه. جزاکم الله خیر. دو تا بینندگان سوال کردن که ذکر و دعای وارد شدن به مسجد و ذکر و دعای خارج شدن به مسجد رو بگیم. دعای ورود و دعای خروج. بله، قبلا متصل در میان برنامه پخش شد، میتونم که مختصر تری او را به بینندگان عزیز بگویم تا که شاید آسان تر باشه برایشان. دعای ورود به مسجد کوتاه‌ترینش اللهم افتح لی ابواب رحمتک، بسم الله میگوید، سپس بسم الله برای ورود در مسجد است. اللهم افتح لی ابواب رحمتک، بار الها دروازه رحمت خود را برای من باز کن. خروج و دعای خروج از مسجد اللهم انی اسألک من فضلک، بار الها ما از فضل تو فضل تو را از تو طلبکارم. جزاکم الله خیر. آیا می شود به نوه یعنی فرزند زکات داد؟ در اینجا نوه اگر در تحت کفالت شخص بوده باشه، و نفقه او بالای بوده باشه، در اون صورت برای او زکات نمی شود. در غیر اون نوه بوده باشه که نفقهش بالای خودش هست یا نفقهش بالای پدرش هست و خانه از هم جدا هستن، هر کس زندگی و روزگاری او جدا از هم هست، یکی این و دوم یا این که نوه یعنی مادر پدر هست، مادر بزرگ است، یا که مادر بزرگ پدری یا که مادری، هر یکی از اونها باشه به نوه خود چیزی میده، در او اشکالی وجود نداره. تنها اشکال در پدر بزرگ هست که اگر نوه نفقه او و مصارف او بالای این شخص بوده باشه، در او صورت زکات به شمار نمیره و با او به خاطر که اصلا نفقه اصلی او بالای ای هست و از زکات وقت از اون مبالغ زکات باشه، از اون مبالغ زکات حساب می شود، زکات جدا می شود که بعد از خرج و نفقه سالانه خانواده باقی میمانه، اضافه میمانه. حالا این نفقه اصلی بالایش هست و نفقه اصلی را باید بپردازه
و از اضافه از اون مالی که میمانه، سرمایه‌ای که پیش از اون میمانه، اگر در حد نصاب زکات بود از اون زکات میپردازه. اما اگر نفقه او بالای نبود، در اون صورت اشکالی در وجود، شرعاً اشکالی وجود نداره. جزاکم الله خیر. بیننده ولی گفتن وقتی که وارد مسجد شدیم اگر جلسه سخنرانی یا امر معروف و نهی از منکر باشد، آیا تحیه مسجد بخوانیم یا صبر کنیم؟ تحیه مسجد با ورود مسجد واجب هست بنابر راجح. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در جریان سخنرانی خطبه جمعه، نه این امر به معروفه که بعدها ایجاد کردن، در جریان خطبه جمعه که رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی جواب پاسخی به اشاره به یکدیگر را هم ممنوع قرار دادن. در او جریان هم رسول الله صلی الله علیه و سلم افرادی که از نو داخل می شدن آنها را بلند می کرد. حدیث معروف سلیک غطفانی هست و صحابه ابو سعید بن معلا و غیره، بلند می کرد که 2 رکعت تحیه مسجد خود را بخوان و سپس باز برای خطبه و گوش دادن خطبه بنشین. لذا در اول نماز خود میخوانه و سپس به شنیدن امر به معروف می نشینه. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که 10 دقیقه 2 نفر بودن که 10 دقیقه بعد از اذان صبح بیدار شدن، چیزی نخورده بودن. یکیشون گفت که یه چیز خورد و روزه گرفت، ولی دیگری چیزی نخورد، روزه هم نگرفت. کدوم درست؟ عموما هر دویشان روزه خود خورده، یعنی روزه هر دویشان نشده. منتها اون کسی که 10 دقیقه بعد خورد، بله، شخص اول معذور هست، گناهگار نیست، و شخص دوم گناهگار هست، با خاطر که شخص اول تصور کرده که همین سحری که من میخورم دیگه کفایت میکنه، و شخص حالا که او کفایت نمیکنه بعد از اگر به شرطی که اذان در وقت بوده باشه، اذان اگر قبل از وقت بوده باشه، قسمی که در بعضی ها اذان احتیاطی نیم ساعت پیش میدهند، اون معتبر نیست. اذان اگر بعد از طلوع صبح صادق، دمیدن صبح صادق بوده باشه، این روزه خدا خورده، روزه شکسته، روزه این روزی او نشده، قضا میاره یک روز. اما شخص دیگر اگر غلط فهمی نداشته بوده باشه که بعضی ها گفته می شود دارن که اگر کسی سحری نخورد روزه او نمی شود، اگر این غلط فهمی را نداشته باشد و بر مبنای این غلط فهمی روزه خدا نخورده باشد، گناهگار به شمار می رود. استغفار بکنه و قضای روزه خدا بیاره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که یک امامی هست که کل قرآن را بلد نیست و در نماز تراویح که میخواند یک سوره یا یک جز رو تکرار میخواند، آیا ختم حساب میشود یا نه تا 30 روز؟ ثواب همون 30 جز خواندن قرآن کریم برایش حاصل میشود و ختم که هست یک سنت هست و چیزی رسول الله صلی الله علیه و سلم به ذات خودشان ختم میکردن سالانه یک بار با جبریل علیه السلام، و در سال وفاتشان 2 بار ختم کردن. اما در عموم صحابه کرام تا به زمانهایی که جماعت جمعی و کلی صورت گرفت، طور کلی همه صحابه ختم نمی کردن و در همه مسجدها ختم کلی نبود. اینها می توانند که 2 کار را انجام بدن. یکی آنچه که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها با غلامشان انجام میدادند که اون هم حافظ نبود، برایشان امامت میکرد، از روی مصحف میخوان برایشان. ولی بهتر همون تکراری از یاد یک جز یا چند جزی که یاد دارد اونها را تکرار بکنه و روزانه یک جز بخونه، ثواب 30 جز خواندن قرآن کریم را حتما حاصل میکنه. و این نیت ختم کاملی که داشتن، اون ثواب او نیت هم الله تبارک و تعالی برایشان ارزانی میداره، چون عدم امکانیت مانع تطبیق عملی او شده. به هر حال او برشان حتما می بوده باشه. الله تبارک و تعالی توفیق بیشتر برایشان نصیب کند. آمین. جزاکم الله خیر. بچه کوچیکی که سر چهارراه قرآن می فروشد آیا گناهی دارن؟
نه، در این هیچ گناهی وجود نداره و در اصل آیات قرآن کریم نمی فروشه. مصحفی که کاغذی که در او استعمال شده، غلاف و غیره که در او هست، همین را عرض میکنه. تنها پرسنده بزرگوار و همچنان کسانی که در این قضیه احتیاط به خرج میرسانند، الله تبارک و تعالی تقوای بیشتر و احتیاط کاری بیشتر برایشان نصیب کنه. تنها این احتیاط لفظی هست که بگویه که این در بدل این مبلغ هدیه هست یا بگویه در بدل این مبلغ را میفروشم. این دو با هم یک معنا داره، فقط در تعبیر لفظی تفاوت صورت گرفته. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که حالت سجده زنها طبق مذهب ابو حنیفه به چه صورت است؟ به اون قسمی که یادآور شدند چسبیده می باشه به زمین و به اعضای با هم یکدیگر، اما این از لحاظ دلایل شرعی دلیل در نصوص شرعی نداره. البته از بعضی از علمای تابعین نقول هست از تابعین اهل کوفه، اما از در احادیث اصلی نداره. درست. بیننده بعدی گفتن که در منطقه‌ای که هستن مسجد وجود ندارد، از اپلیکیشن ها و برنامه‌ای که روی موبایل نصب میشه برای اذان و خوردن سحری و افطار استفاده میکنن. درست یا نه؟ درست است، به شرطی که متأکد شوند که همون برنامه با واقعیت فضا جوی از اونها برابر هست. یعنی نباشه که برنامه مطابق جای دیگر تنظیم شده و آفتابی از اونها هنوز ناغروب کرده باشه و اونها افطار بکنن، یا اینکه آفتابی از اونها نیم ساعت پیش غروب بکنه و ناپدید شوه و اونها نیم ساعت بعد از او افطار بکنن. نه، بلکه یک بار متأکد شوند. وقتی که یک روز متأکد شدن که برنامه مطابق با غروبی واقعی هست، دیگر هیچ اشکالی در وجود نداره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که از اهل افغانستان هستن، در ایران مسافر هستن، کارگر هستن، آیا روزه بگیرن یا نه؟ لازما روزه میگیرن. در اینجا مدت چند سال می بوده باشن. مسافری دائمی هستن، مسافر مقیم نه، مسافر موقت که او در این چیزها معذور می باشن. مسافر دائمی هستن که 1 سال و 2 سال و 3 سال می بوده باشن. اما موضوعی که در جریان روزه کار میکنن، یعنی کوشش بکنن در جریان روزه کارهای سنگین اختیار نکنن، کارهای سبکتر بوده باشه. اگر کسی قسمی که قبلا در سوال اولی که بود، اولی یا دومی که بود، در او پاسخ گفته شد، اگر در جریان روزه به مشکلی گرفتار می شود، در اون صورت او معذور به شمار می رود، یعنی بیهوش می شود یا حالتش به تنگی می آید، وضعیت او خراب می شود یا خیلی بیحال می شود، در اون صورت معذور به شمار می رود و به همین علت معذوریتی که هست افطار میکنه، یعنی به علت بیماری و خطری بیماری شده. اما این که از آغاز روزه نگیره، بنابر احتمالی که احیانا میشه که چیزی صورت بگیره یا نگیره، در این درست نیست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن اگر کسی خمیر دندان استفاده بکنن برای مسواک مقداری به گلو برود، آیا روزه باطله؟ قبلا جواب گفتیم چیزی که اگر از گلو به پایان می رود، در اون صورت روزه او باطل میشه و حتی قطره هایی که در بینی می چکانند، حتی احیانا بعضی قطره های شدیدی هست که در چشم می اندازند، آثار او به گلو، نله های گلو می رسد، در او هم برای تلخ چیزهای از او به اوج می رسد، در او هم باید احتیاط صورت بگیره. البته همه دواهایی که در چشم می اندازند چنین نیست، اما اونهایش که قطره هایی که یعنی مقداری مواد مایعشان زیاد هست که اونها را به همه اعضا میرسانه، در اون صورت او یعنی باید احتیاط صورت بگیره. جزاکم الله خیر. اگر زنی 10 دقیقه یا نیم ساعت قبل از افطار پریود شود، عادت ماهیانه بیاید، آیا روزش درسته؟
یا باید روزه و روزش لغو میشه، فاسد میشه و هیچ گناه بالایش نیست. یک روز قضا میاره. یک روز قضا دارم. اگر زنی حیض باشد وقتی که قرآن میخواد ختم بکند آیا به ختم قرآن ادامه بدهد یا توقف کند؟ بنابر رأی راجح‌تری که در او خواندن قرآن کریم از غیر مصحف از یاد یا این که از برنامه این رو جواز میدن اشکالی نداره، اما این که ختم از روی مصحف یعنی قرآن کریم متوقف میشه و قسمی که از نماز متوقف میشه و قسمی که از روزه متوقف میشه و از او هم متوقف میشه تا اینکه الله تبارک و تعالی پس این مدت را با پایان برسانه و دوباره به همه یک جا آغاز بکنه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که اگر زنی حیض باشد میتوند از قرص ها استفاده بکند تا حیض نشود برای رمضان؟ در مجموع این قرص ها از آسیب و اضرار مختلف خالی نیستند که اگرچه ممنوعیت شرعی خاص راجع به اینها نآمده، اما اونجا که الله تبارک و تعالی این رخصت را فراهم کرده و بدون اینکه قرص هایی که همیشه یک عادت ماهوار را یعنی مضطرب میسازند، گهگاه امراض بر رحم و بر دیگر چیزها جلب میکنن، تأثیر شدید در اعصاب دارن، یعنی بدون استثناء در اعصاب تأثیر دارن و همچنان در پوندیدن جسم و این چیزهای دیگری، یعنی تأثیرات منفی متعدد دارن. بجای آن همون رخصتی که الله تبارک و تعالی فراهم کرده، ارزانی نموده، اما از او استفاده کنن بهتر هست. هم رضایت الله تبارک و تعالی، هم این که بر رخصت خدا قناعت ساخته، در این یک قانع ساخته، در این هم یک ثوابه و بعد از او در جریان روزهای سال میتونه که بگیره، حتی اگر هفته یک روز بگیره یا که 2 روز بگیره مکمل، یعنی در مدت کوتاه قرضی از او به پایان میرسه. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که دست کشیدن به سر و صورت بعد از دعاها مثل دعای قنوت آیا درست یا نه؟ حدیثی که در این خصوص آمده از لحاظ سندی ضعیف است، ولی بعضی از علما به مجموعه طرق و روایاتی که داره او را تحسین کردن، لذا در این جدی گرفتن میشه که حتما این کار بدعت و خلاف شریعت هست، اما نه آنقدر ثبوت قوی داره که با او یعنی بسیار پابند باشه به کسی که انجام نداد بالای او انکار شوه، بلکه حتی بگویی که این مستحب است، هیچ استحبابی هم در او گفته نمیتونه، چون حدیث در ذات خود ضعیف است. یعنی به مشکل با هم ساختن چندین روایت، بعضی ها گفتن که یک دیگر خود قوی ساخته و درجه حسن لغیره میرسه و بعضی ها گفتن که نه، قوتشان به حدی نیست که یعنی ضعفشان شدید هست که یک دیگر خود تقویه کرده نمیتونن. بیمارهای از پا افتیده هستن که باید یکی از او نیمه ایستاده باشه که یک دیگر خود بالا کنن، ولی اینها هیچ کدامش خود در جای نشسته نمیتونن تا اینکه با تکیه بر یک دیگر بلند شوند. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. تشکر میکنیم از شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدق في صدري لبيك أتيت
أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر